قرضدار است چگونه زکات تامور بده؟ میگه 5000 سوم میگیری، میره میگه که 5000 سوم من زکات بقب قرض بده. زکات میتیش قبول میکنه، قرض میگردونه. از دیدگاه دین، از دیدگاه فقه، بطل القرض و الزکات، هم زکات باطل میشه هم قرض. این خیلی ممکن نیست که مصلحت کنی برای آدمی که تو مالکش میگردونی پول زکات تا بگویی که بگردون مرا بده. این کارو نباید بکنه. اگر به مصلحت دادیش، به مصلحت یکم سومش دادی گفتی از زکات من است، لیکن وایت قرضدار بود، چند لحظه پس رفتی پول تصرف کردی، چی گپ نه، پول ختم که بگردونه بده، زکات هم درست چیزی قرض و مدا میشه. لیکن مصلحت باید در این نباشه. فهمو؟ بسیاری ها این کارا میکنن، زکاتشون درست نمیشه. و زکات کیها را دادن ممکن نیست که بتیش زکات ادا نمیشه. 5 نفرن اونو دیگه همه را زکات بتی میشه. یکم زکات انسانی که با خدا اعتقاد ایمان نداره، از ملت اسلام بیرونه، این انسان محل عبادت نیست، زکات رکن است. یک انسانی که دین آیین نداره، همسایه ما هست، از ملت اسلام بیرون است. ما میتونیم قطعی مواسات کنیم، مواخات کنیم، مدارات کنیم، عام صدقه، عام هدیه میتونیم، درست است، لیکن زکات رکن است، ادا نمیشه در بتیش. این یک. دوم پدر و مادر تا نفقه اینا واجبه بر ذمه ما، اینا را ممکن نیست چند بالا برا ماما و بابا اینا. و همین گروه ده، گروه دوم ده بچه و دختر هم داخل است. بچه و دختر و نمیره و اینا را نمیتی چند پایان برا اصول و فرو میگن نمیتی. سوم کسی که صاحب زکات است، خودش صاحب زکات است، تو برای اون را زکات بدی، زکات ادا نمیشه. چهارم زن تا نمیتی، زن تو را نمیته، ادا نمیشه. بینهما زوجیه، بین تو زن و شوی باشد، زنت صاحب زکات باشد تو را بته نمیشه، تو صاحب زکات باشی او را بتی نمیشه. پنجم صاحب هدایه علامه مرغینانی و دیگر علما گفتن که سیدزاده ها را، لیکن همین را خط بزنن میشه دیگه، به خاطر که اون سیدزاده ها ایشانا یک حصه ای بیت المال داشتن، اونو را بیت المال یک حصه میدادن، خود دیگه هیچ حصه ای ندارن بیچاره، زکاتشون بتن میشه. وگرنه از دیدگاه فقه گفتن این سیدزاده ها را زکات نتن، صدقهشون بتن، هدیهشون بتن، زکاتشون نتن. این بدون مسائلی که مرا چندین جوانایی که پرسیدن گفتن که مردم در برسانی بهتر است دیگه، اپتا میشه و اکتا میشه و دیگه هم مدام میشه. بغض این 5 نفری که من بیان کردم، مدرنده را میشه، مویندر را میگن، یک برادر که مویندر را میشه، مویندر را میشه. اگر بعضی فقها مصلحت دادن که پدرش دارو های، نفقه او بر ذمه پدرش واجبه، همین حالت داروگی پدرش نه، مویندرش نه تزکات. لیکن اگر پدرش دارو نیست